آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا رژیم‌های حاکم در افغانستان به اندازه یک کارتن شیر دوام نمی‌آورند؟ امروز می‌خواهیم به تاریخ پرفراز و نشیب حکومت‌های افغانستان بپردازیم و به این سوال مهم پاسخ دهیم: آیا رژیم طالبان در آستانه سقوط است؟ بیایید کمی به عقب برگردیم. افغانستان که اغلب به عنوان گورستان امپراتوری‌ها شناخته می‌شود، شاهد آمدن و رفتن حاکمان زیادی بوده است. از اشغال شوروی در اواخر قرن 20 تا ظهور طالبان در دهه 1990، هر رژیم با چالش‌های عظیمی روبرو بوده است. به سال 2000 و مداخله ایالات متحده می‌رویم که سلطه اول طالبان را از بین برد و زمینه را برای یک دولت جدید، البته ناپایدار، فراهم کرد. با این حال، علیرغم میلیاردها دلار کمک و حمایت بین المللی، ثبات همچنان یک رویای دور از دسترس بود. فساد، اختلافات داخلی و شورش مداوم طالبان کشور را در وضعیت دائمی آشفتگی نگه داشت. اکنون با خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو، طالبان بار دیگر کنترل را به دست گرفتند. اما نکته مهم اینجاست که تاریخ به ما میگوید که به دست گرفتن قدرت یک چیز است و حفظ آن چیز دیگری. مشکلات اقتصادی فعلی، انزوای بین المللی و اختلافات داخلی، چالش‌های قابل توجهی را برای طالبان ایجاد می‌کند. پس آیا طالبان سقوط خواهند کرد؟ پاسخ سرراست نیست. منوگه به نحوه حرکت آنها در شبکه پیچیده حکمرانی، شورش و دیپلماسی بین المللی بستگی دارد. اگر تاریخ چیزی به ما آموخته باشد، این است که هیچ رژیمی در افغانستان نمیتواند آسوده خاطر باشد. در اینجا نگاهی گذرا به ظهور و سقوط چرخه‌ای رژیم‌های افغانستان و عدم قطعیت‌های پیشروی طالبان داشتیم. برای اطلاعات بیشتر از این دست، فراموش نکنید که لایک کنید، به اشتراک بگذارید و مشترک شوید. تا دفعه بعد به پرسشگری ادامه دهید و کنجکاو بمانید.